امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر جپارов صحبت تلفنی انجام دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون پرزیدنت و مردم دوست و برادر قرقیزستان را با جشن تاریخی 30 سالگی استقلال دولتی صمیمانه تبریک نموده به همه ساکنان قرقیزستان همسایه صلح، ثبات، رشد استوار و در تحکیم پایه‌های استقلال دولتی کامیابی‌های نو آرزو نمودند. ضمن صحبت سران دو دولت مهمیت پیشبرد منبعد تمام مجموعه مناسبت‌های نیک همسایگی تاجیکستان و قرقیزستان را در روحیه سازندگی تاکید نموده جهت افزایش دادن این روند در اساس سعی و تلاش‌های مشترک اظهار امید کردند. همزمان روزنامه جلسه‌های در پیش ایستاده سران دولت‌ها در دایره شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و سامیت جشنی سازمان همکاری شانگهای که قرار است در دهه دوم ماه سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار شوند بررسی گردیدند.